سلام بچه‌ها، خیلی به این ویدیو جدید خوش اومدید. من آقا ساتا هستم و قراره امروز یک کاستوم با آقا مهدی بریم. آقا مهدی خودتو معرفی کن. سلام بینندگان عزیز، حالتون چطوره؟ من مهدی ام و خیلی خوش اومدید به ویدیوی ساتا. امروز قراره یه به قول یه کاستوم تک به تک بریم با ساتا حال کنیم همینجور دور همین. قربونت میشم آقا مهدی گل. بچه‌ها کاستومو میزنم داخل کاستوم کیه؟ کاراکترام بده خوش دارم. خب آره اوکی که بشه. برو که بریم یه پلیک خفن بریم دور همیش. بچه‌ها کاستوم استارت شد. آقا مهدی هم الان حریفمونه. بازی رو میبازیم، مطمئن باش. مطمئن باش بازی رو میبازیم. مطمئن باش بازی رو میبازیم مثلا. سمت چیز بیاری دیگه، سمت این بکی گرافه این شده اینجا بیار. کالا چیه تو؟ بگونه؟ دوتا شد. بده راحت پلی بده. آره بابا چیکار میخوای میکنی؟ پلی بده آروم. بچه آقا مهدی دوبله بریم آقا. باری کله خفن بود. حالا شوشیشی بریم. شاید بچه های درود باشی. ما امیدوارم که حالتون خوب باشی. من همون مهدی هم ولی خب باشه پدر بجور بازی کنیم. نظرمون خیلی حال میره. شان سوسیسی میخوام بازی کنیم. دایی سوسیسی بازی کنیم. سوسیسی یکم خطرناکی میشه بازی. مشکل نداره، ساتا مشکل نداره، میدونی که من دوست دارم. شالا بابا حالا بیا بازی کنیم. پاکی در میاری؟ وای ولی برا تو بد برد. ای سوسیسی بود زدی ها. عجب سوسیسی بود. همه سوسیسی ولی خیلی بد زدی. خدایی بد زدی. ولی خب آره باچاتی من نشومم خون شو. آجی من بالا نیستم صحبت. بعضی وقت صدا میاد دخترونه میشه ولی خب نمیتونم دیگه. آره حالا صدامو پسرونه کنیم. آره بگه سلام برو. یکم داداشی مشکل ساز میشه ولی خب استرس اولین ویدیوه دیگه. آره دیگه داداش گو خوردم من. بعد زدی داداش. مهدی جان داداش در بیار. مهدی جان من درم داداش تیره در نمیاد. داداش چه نمیری؟ نه نرفتم. شانس سگ رو دارم. سگ شانس رو دارم. واقعا تو عشق.
آجی الان نمیخوری. مهدی جان داری سوسیسی بازی میکنی داداش؟ اما سوسیسی همش گوشتی. آجی من جفت کردم. نه جفت کردی سوسیس موسیسی مگه؟ مهدی جان یکم با صدا دختر دادا مایی واقعا صدا دخترون دوست داری؟ چشم مشکلی نداره. بعد بچه سوس بچه ها این صدای من سوسیس موسیسیه. هر کی میخواد صدامو به دایرکت من فشار بیاره. من فشار آجی تو بزنم بسه مهدی. آیدی میخوای بذاری؟ نه بچه ها میان سوسیسی مون میکنن ما افتم برم. سوسیسی رفتار میکنن. آره دیگه این بچه ها سوسیسی میکنن ناراحتیمون میکنن. هلوش میگن پول میدیم ها. هلوش میگن پول میدیم. حالا پول برای چی میدیم ما نمیدونیم. آره دیگه چه تو عشقی بیا بزنم آقا مهدی. داداشی سوسیس موسیسی دارم ها. وای وای عجب چیزی زدم خدا وکیل اونی بود. بچه ها حالم یاره میری وایسنگل نه همه سلولی همه وایسنگله. نه شوخی کلم وایسنگل نیست. همه کامنت بذارین. چی کامنت نذارین اصلا. داداش چی کامنت نذارین داشت نمیدونم خراب میکنی. نه داداش می بالا شاتای که کامنت بذارین. کامنت خوشگل بذارین. چرا تو پرد کامنت نذارین. بیا این طرف هوایی میزنم. باریکلا سوسیسی تو چرا میدن اینقدر؟ عالی بود ولی خدا وکیلی خیلی دوست داشتم. شالا بابا ساجی شالا حاجی به نظر میتونه چیز داره حاجی شورت ویدیو بذاره تو یوتیوب خودهایی قشنگ چیزهایی بذارم من بذارم؟ خدای خوبه. من داداش ادیتورم عزیزم. من ادیتورم دیگه چیزی نمیتونم بذارم دیگه. جدی؟ یهو مثلا سوسیس بذارم تو ویدیو. سوسیسی میذاری؟ آداش سوسیسی عکس شکلک سوسیس. بچه ها میگن سوسیس برای چی بخوای؟ بیا سوسیسی فایت بدیم بیا. بود گرفتم سوسیسی ها. فایت میدیم یا داریم سوسیسی فایت میدیم. من بگم برف برم بله بله ما بیش باریکلا چی سوسیسی زدی درسه همش گوشتی و لامشتم. باریکلا ناموسم 5 تا ران دارم افتان دیگه بسه دیگه داداش بیا صدا دخترون سطلاتون رو خالی میشی؟ داداش خیلی خر بشی داداش ظاهر دختر در میره. ببین من کاری ندارم صدا دخترون در میرم خرجو بخور. الان بر ران بری سوسیسی. الان بر راند سوسیسی بدی بخوره. آره دیگه داداش خیلی شد. بچه ها حواشون باشیم من اولین ویدیو من سوسیس موسیسی اشکال نگیری میخوایتون میدونین. سوسیسی نمیشه فایت سوسیسی داریم میدیم بچه ها. همه تو کامنت ها میدونیم فایت سوسیسی.
بچه ها فکرم صدام رفت یه دقیقه با آقا مجید درست کنم صدامو داداش اون ویدیوه بله بیت بشه بیت. باشه الان من میرم خدا نگهدار زندگی قشنگ همین مهدی جان الان بازیش خیلی خفن شدی و اسم من بودیم خفنی من تو خیلی آقا مهدی جان اما- سکر شدی داداش چی؟ داداش باریکلا واقعا عالی کردی. امروز اصلا کوچیشی بازی کردیم ماشاءالله. آقا مهدی بازی ببین یه جور بچه بازی ها. استرسش میگیره یه 6 بار میزنی داداش اینو ازن من که تو رو دوست اگر هفت شدیم که ایشالله نمیشیم یکی با هم میریم تو زود نمیشیم هفت نمیشیم معلومه میزنی. نه داشت الان از همین عقب یه تق میزنی تقم پرتاب میشه داداش بله آقا مهدی اصلا نمیشه بلدیم زیرا پیش عقب بریم بماشیم. آگه این دست دیگه با یخ باید بازی کنم آقا مهدی یکم خشن شد آقا مهدی خشن شده داداشی چرا نماریش خوردی که تو یکی خوردی 212 تا نموردی 3 سال نشد. دیزرت خیلی قوی آقا مهدی من که نه بابا دیزرتمون قوی هم نیست. داشت یکم داره استرسی بازی میکنم به خدا ماری کلا تو سری ها. خب واقعا بچه‌ها، داره دیگه. این کاستوم هم تموم شد بازی خیلی خوبی بود. بازی خیلی خوبی بود بچه بازی خفنی بود واقعا دمت گرم. آره خب بچه ها به پایان این ویدیو هم رسیدیم بچه ها تا ویدیوهای بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون آقا مهدی حرفی سخنی والا که سخن و حرفی نداریم همه حرفا رو زدی قربونه. قربونت آقا مهدی عزیز لازم. خیلی ممنونم که تو این کاستوم اومدی فدات بشم بچه ها تا ویدیوهای بعدی میبینمتون خدا نگهدار و به خدای بزرگ میسپارمتون خب ویدیو تمام دیگه خدا